پروینا سعیدووا مدل توجیک در اینستاگرام ویدیوی رقص منیژه دولت آوازخوان شناخته را نشر کرده است. در این ویدیو در یک معرکه پروینا و منیژه هر دو در هوای یک ترانه ایرانی رقص میکنند. منیژه دولت در اینستاگرام به پروینا سعیدووا برای تشکیل این شب نشینی اظهار سپاس کرده این روز را یکی از خوشبخت‌ترین روزها در زندگی خود نامیده است. روز 31 دکامبر زادروز منیژه بود، ولی پروینا پاسخ داده است که این نه زادروز منیژه بلکه یک شب نشینی اویلوی بود. منیژه دولت 31 دکامبر سال 1982 در شهر کولوب به دنیا آمده و در اولهای سالهای 2000 در صحنه استرادای تاجیک ظهور کرده در یک مدت کوتاه به یکی از ستاره‌های رده اول تبدیل یافت. اما او در سال 2006 وقتی در عین اوج شهرتش قرار داشت به طور تا حال مرموز ترک صحنه کرده و با وجود دعوت‌های به تکرار مخلصانش دیگر برنگشت. منیژه دولت در برابر شبنم سرای و نگینه امونقلووا از انگشت شمار نمایندگان نسل نو آوازخوانان زن از تاجیکستان است که بیرون از تاجیکستان بخصوص در افغانستان و ایران، ازبکستان و منطقه های تاجیک نشین چین شناخته شدند. منیژه تا حالا در یگانجا آشکار نکرده است که سبب چنین یک باره ترک صحنه کردن و گوشه نشین شدنش چه یا کی بود. منیژه دولت سالهای آخر گاه آهنگای تهیه می کند که آوازخوان‌های دیگر می سرایند ولی خودش دیگر هنرنمایی نمی کند. ولی با وجود سالیان دور از صحنه تا حالا مخلصان وفادارش در تاجیکستان و بیرون از آن خیلی زیاد